چطورین سلاتین؟ امیدوارم که حالتون مثل همیشه گود باشه. سلاتین دل عزیز، دوباره اومدیم با یه بحث فلسفی و روانشناسی. میخوام این قسمت بندی بکنم این دفعه قسمت منفی بی نهایت، چون ما همیشه فکر می‌کنیم که عدد صفر شروع میشن ولی از منفی شروع میشن، ولی خب اینجور ریاضی نیستش و زیاد نمیخوام هیچ بپردازیم، خاصی نمیپردازیم دیگه، حالا شماست. ولی خب ما دیگه هدفمون اینه که فعلا درباره روانشناسی و فلسفه حرف بزنیم. و اینکه بحث روانشناسی و فلسفه شده، ما نباید غافل بشیم. یه برنامه‌ای هم داریم به اسم عشق ابدی. میگی چه آدم سطحی هستی شما، تو هم عشق ابدی میبینی؟ آره، منم سطحی ام، منم میبینم و اکثرمون هم میبینیم این برنامه رو، اما فکر نکردیم که چه انتظاری ازش داریم از این برنامه. مثلا خب برنامه رئالیتی شو عشق دو تا پسر و دو تا دختر رو نشون بدن و اینکه نه چیز خوبی میتونه باشه از نظر فلسفی میگه، ولش دینی اسلامی میگه واو فاحشگی و نمیدونم فحشا و فساد و اینا رو میگذاری، اصلا بد از این لحاظ باش. اصلا نگاه بکنی که آدم مذهبی هستی، آره دیگه بر اساس اصول مذهبی نگاه بکن، کار نداری میذاریم کنار، خب یه گوشه میذاری. اما گفتم دیگه انتظار مهمه. در غیر این صورت نه به خود خوبه نه به خود بده. خودم دیدم، گفتم بود. خب ما فلسفه پردازیم. ارسطو و افلاطون و همینطور فلاسفه مورد مثل دوباروا و سارتر هم توی این زمینه هم نظراتی دادن. اگه میخواید درباره اینا در عشق چه نظر دارن صحبت کنیم تو کامنت ها بنویسید، حتما زیر کامنت بنویسید که منم براتون ویدیو رو بسازم. حالا اگه نظرم میدم که مخاطب من گیج نشه، البته درست من اینجوری ویدیو میگیرم ولی براش ارزش قائل هستم یا نه باش چشم تو خود دارم نگاه میکنم. خب آره دیگه قرار بود ساعت بگم یادم رفت. خب ساعت 6 و اینا ساعت دیگه 6 و نیمه. آره دیگه 3 دقیقه مونده به 6 و نیم. یادم نره امروزم امروز 16 خرداد 1404. داشتم میگفتم وسط حرفم دیگه میگفتم آره دیگه داشتم مثلا در نظر فلسفه میخواستیم در عشق. خب زیاد دور نشیم، در این نظراتی دادم و در آینده قرار ویدیو بسازم. قسمت حالا منفی بی‌نهایت داریم اینجا و اینجا میگن که عشق نمایش انسانی ماست. البته من نمیگم عشق چیز پیچیده یه نمیشه به همین راحتی نظر داد بگیم کالا نیست کالا هست. سکسیالیسم هم میگن که عشق باید با خودآگاهی باشه و اینکه ذاتش با هم دیگه بخورن و با هم دیگه لذت ببرن و با هم دیگه به صورت واقعی و کم کم آشنا بشن و توش نباید فشاری باشه. ولی تو این برنامه احساس کنید فشاری باشد. من حالا سناریو داریم، عشقا یه جورایی چی نیستن با هم دیگه لذت مثلا نمیبرن، چی میگن فیک و میان تبدیل به کالا شده. فلسفه اخلاقی هم اخلاق وظیفه‌کار دارن مثل کانت و همینطور اخلاق ارسطویی هم میگن که نباید عشقی که ایجاد میشه پشتش فشار باشه، با خودشون کم کم آشنا بشن. ولی این برنامه خیلی سریع داره میشه، یعنی البته من قسمت 20 دیدم واقعا خیلی سریع پیش میره. مثلا این با من بگم دیگه با پژمان صحبت میکنه، کی با اون صحبت میکنه من یادم نیست اسمشون چی بود، نگار با فرشاد بیداره دیگه. علی هم که سخنان خوبیه واقعا، یکوش این ویدیو بود مغز ما رو میخورد دید میکرد. البته اینا رو ما دوست داریم به عنوان شخصی، اینجوری نه جوری دیگه نه، ولی به عنوان شخص داره شخصیت رئالیتیشون رو نمیدونم، شاید بخش شخصیت آقادرشون باشه دلشون نظر ندم بزن بهتره، شاید ما خوبیه ما داریم صحبت بد میکنیم. حالا قضاوت ما میتونیم بکنیم، نمیتونیم نمیگیم که قضاوت نمیشه کرد،
ما قضاوت ناخودآگاه خواهیم کرد، چه بخواهیم چه نخواهیم. یک چیز ناخودآگاهه به نظر خودم. همینطور شاید فروید هم باشه. نمیدونم. فروید هم نظر ما نظر فروید یکی. آره دیگه. چی میگن؟ امام بزرگوار من گفت که امام خمینی چی بود؟ گفتم یک بزرگواری میگفت که من نظرم و نظرشون یکیه، من میگم نظرم و نظر فروید یکیه دیگه. بله دیگه کشش نمیدم. یا چی گفتم غلط کردم دیگه. بله من عاشق همه کسی که هستم. بله امروزش عاشقتم. گونی نمیخوام. من عاشقتونم. خب ولش کن. داشتم در مورد چی صحبت می‌کردم؟ گود میشن دور میشه. آقا ارسطو، افلاطون اینا میگن. حالا سارت میگفت که عشق باید با خودآگاهی همگام بودن، این که با هم دیگه باشن، همدیگه نگاه کنن و با لذت باشه. ولی اینجا نیست. لذت شاید باشه ولی خب اونم زود گذره. ولی لذت عمیق منظورش بود که نداره. تو این برنامه نمیشه داشته باشه. اخلاقی خواندم که عشق نباید فشار باشه ولی اینا روش فشار میبرن و خیلی سریع میخوان که عاشق هم بشن و روابط ایجاد کنن. و ما میبستد که مکتب فرانکفورت، همین نقطه از همین مکتب فرانکفورت داره شروع میشه که چرا همه چی سطحی و اونجوری و فلان و که من میگم که حالا خود اینا میگن که عشق خب همین برنامه باشه. این برنامه ها حالا نظر فیلسوفان فرانکفورتی، همون فیلسوفان خیلی کوچیک بریم جلو بگم چی نشه، فیلسوفان عمیق نگر رو میگیم فیلسوفان فرانکفورتی. نکته داشته باشید. کامنت هم بنویسید اگه قرار براتون توضیح بدم توضیح میدم که چه فیلسوفان هستن، چه عقایدی دارن و چه فکرایی میکنن. البته ما فیلسوفان عمیق نگر میگیم فیلسوفان فرانکفورتی. داستان چی هم داره جلو داره براتون بعدا خواهم گفت. که میگن صنعت شده عشق و عشق برای مصرف توده میشه و این چیز خوب نیستش و فرهنگ واسه سطح نگری میشه و اگه سطحی بشه جامعه هم دیگه میره رو هوا. عمیق فکر نمی‌کنن مسائل و عمیق نشن جامعه خوبی به وجود نمیاد. من همین نظری دارم ولی خب نه همیشه مخالفش هم هستش که مخالفشو میگم. نظر مخالفش ما میره توی روانشناسی، همینطور فلسفه هم خواهد بود. نظر مخالفش چیه؟ آقای مازلو میگه که همون که مثلث نیاز داره دیگه. حالا چی بود؟ حرام بود یا نه؟ هرم نیازها داره. حالا هرم نیازاشو مجبور میشم با ادیت بذارم. البته نه این ویدیو بعدی حالا خواهم گذاشت یا بدتر. و یکی میگه عشق یا نه عشق باشید. عشق بعدی بذارش زن رو عشق. سطحی بودن یک از انسانه. گاهی داره که این مسائل عمیق رو راست باشیم ما رو اذیت میکنن، ما رو خسته میکنن، انرژی ما رو میگیرن. برای همین نیاز داریم که یه خورده سطحی باشیم. همینطور نیچه هم میگه که حتی سطحی بودن هم ارزش‌های خاص خودشو داره. و همینطور وینکنشتاین هم میگه که اگه سطحی بودن باعث بشه که فایده برام داشته باشه و ارزش ایجاد کنه میتونه اونم خوب باشه و فایده هم میتونه برام داشته باشه. همینطور جان استوارت میگه که فلسفه فایده گرا هستش. اونم براتون توضیح میدم فلسفه فایده گرا رو. اگه سطحی بودن بتونه برای زندگی انسان خوب باشه و یه خود اونو کمک کنه خوبه، فایده داره، ارزشه. یعنی باعث بشه بخندیم میگیم او علی چرا اینجوریه، او چی میلاد اینجوریه، او نیلوفر چرا اینجوریه، او زهر ما رو کوفت خواه. آره که دیگه آره باعث میشه خوشحال بشیم، بخندیم و یه خودم کچی بشیم و های بشیم. اینجوری بشه خوبه. و در هر صورت که باشه من نظرمو میخوام بگم. نه چیز بدیه نه چیز خوبیه، مهمه که چه انتظاری ازش داری. چون که عشق ابدی برامه که باحاله ببینیم کچی بشی یه خورده اینجوری کنی تخت خودمه حال کنی ببینی لذت ببری. هدفش همینه، چیزی دیگه ای نیست عزیز، چیز دیگه نیست. چی گفتم؟ من گفتم ما قراره تحلیل بدیم مگه؟ نه، گفتن که برنامه درست کنیم پولمون رو پارو کنیم عشق کنیم. دیداشون از دیدای من متاسفانه حالا بهتر نباشه بدتر از منم نیستش. حالا
آره دیگه ببینم بهتر از من باشه، بدتر از منم نیست. و نفس بذار بکشم، خیلی حرف زدم. بهتر از من باشه، بدتر از منم نیستش. و همین که پخش میکنن تو نگاه کنیم. اونا هم کسایی که میگن واو نباید همیشه سطحی باشه، سطحی بودن بده، واو سطحی بودن گوهه، تخمیه، بذار انه پوفیوزن. اونا که سطحی هم فیلم فورتی میگن. میگم نه، اگه قرار از واقعیت ها واقعا آدم خسته میکنه. واقعیت ها در واقعیت هم خواهم گفت. بازم تو کامنت بگید. من قرار از شما کامنت بکشم توی ویدیو. من قرار کامنت بکشم. من نمیدونم. من کامنتاتون رو بذارید. بالاخره کلی فرصت پیدا کردم که خلوت بشم، من برای شما صحبت کنم، حرف بزنم، دق و دلیامو خالی کنم، که بگم آقا سطحی بودنم بد نیست. بعد اینکه آقا هیچ حرف اصلی میخوام بگم. چرا من نمیدونم واقعا روانشناسی تحلیل روانشناسی میکنی؟ آقا مرد مومن اونجا تو اتاق درمان باید باشه. روانشناسی و کسی که با روانکاوی بشه با تو اتاق درمان باشه، نه اینکه طرف شخصیتش رو تو ریالیتی شو میبینی. اون که همه شخصیتش رو برات خالی نکرده. تو از کودکیش هم خبر نداری. به قول فروید برو ریشه کودکیشو در بیاری. ریشه کودکی اون طرفو در نیاوردی. تو میدونی چه خبرشه؟ تو یه ساعت فقط تلویزیونشو دیدی. تو فقط 1 ساعت و نیم مثلا هر هفته، من نمیدونم چه بودش، چقدر برنامه پخش میشد. تا قسمت 20 رو دیدم دیگه. هر هفته پخش میکنن 1 ساعت و نیم. اون با سبب به 1 ساعت و نیمش گویا تو تلویزیونه، شاید هر رو نشده، شاید هر کاری بکنه، هنوز اخلاقای سگیشو بیرون نیاورده. بعد میگه که این فلانی شخصیت نمایشی و هیستوریک داره، هیستریونیکه. از کجا فهمیدی؟ از کجا میدونی شخصیتش اینجوریه؟ والا کل یوتیوب و کل اینستاگرام شده تحلیل های روانشناسی تخمی و کسشر که نمیدونم اینجوری علی اینجوریه. با ول کنید. سطحی بودن هم بد نیست. سطحی بودن جای خود، عمیق بودن هم جای خود. ولی این برنامه هدفش اینه که حال کنید، لذت ببرید. چه خوشتون بیاد چه خوشتون هم نیاد. نظر خودم گفتم تو این ویدیو. امیدوارم که استفاده کرده باشید. البته دید نداره میدونم، شاید خسته بشید، ولی اگه دیدید که دمتون گرم. امیدوارم که روزگارتون به قول استاد خوش باشه. گود